سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دام نویبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سرلشکر ایرانی به تاجیکستان تاکید کردیم که درونهای ما را ضد قرقیزستان استفاده نکنند. پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف به 20 سال زندان محکوم شد. عکس‌های کامران سبحان تاجیک متهم به حمله خونین در ایران نشر شد. عقب نشینی ارتش روسیه از خرسان، روسیه در پیشروی باز یک شکست بزرگ در اوکراین. حکمان در برینسک دو زاده داغستان را در قتل یک جوان تاجیک از حیث انتقام گناهکار شناختند. هیئت تیم ملی تاجیکستان برای بازی با تیم روسیه اعلام شد. و اکنون تفصیلات خبرها. گنرال محمد باقری فرمانده ستاد کل ارتش ایران روز 9 نوامبر سال 2022 در یک صحبت تلفنی با وزیر مدافع قرقیزستان بختبک بولتوف آمادگی ایران برای مساعدت به حل صلح‌آمیز بحث‌های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را اظهار داشت و با تصدیق خبر به تاجیکستان دادن هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی گفت که این درون‌ها تمغه ابابیل 2 بی‌سلاح‌اند و طبیعت تهاجمی ندارند. از سوی دیگر افزوده سرلشکر ایرانی مقامات جمهوری اسلامی به جانب تاجیکستان تاکید کردند که این هواپیماها را زنهار در مناقشه مرزی با قرقیزستان استفاده نکنند. ایران قبلا گفته بود که چندین کشور از جمله تاجیکستان خواستار خریداری هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی شدند. همین طور ماه سال جاری ضمن بازدید گنرال باقری از تاجیکستان، رسانه‌های ایرانی از افتتاح یک کارخانه مشترک تولید پهپادهای ایرانی نو ابابیل 2 در دوشنبه خبر داده بودند، ولی این بار اول است که یک مقام بلندپایه ایرانی علیه به تاجیکستان دادن مقداری از پهپادها را تصدیق می‌کند. ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های خونین سر زد که از دو طرف بیش از 140 کشته و حدود 750 زخمی به جا گذاشت. جانب قرقیزستان در جریان درگیری‌ها از هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی تمغه بیرقدار زیاد استفاده برد و در دو حمله این پهپادها در جماعت افچ قلچه 18 ساکن ملکی کشته شدند. آن روزها در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بسیاری‌ها از مقامات حربی تاجیکستان می‌پرسیدند که آن کارخانه مشترک تولید پهپادهای ایرانی چی شد و چرا جانب تاجیکستان در این جنگ با قرقیزستان از این پهپادها استفاده نبرد. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سال 2022 سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا ایبدار کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. بنا به گزارش رادیوی آزادی جانب محکوم شده از قرار دادگاه ناراضگی کرده است. وزارت کارهای داخله قبلا خبر داده بود که سید احمد رحیموف 22 ساله 5 آگوست سال جاری محمد جاوید زاکرزاده ساکن نویه ورزاب را که از وی قرضدار بود با 17,000 بیکار به هلاکت رسانیده است. فردوس سبحانزاد وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 9 نوامبر پس از اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفت زیر حمایه‌اش در مرافعه دادگاهی از کردارش پشیمانی کرد. وی افزود که از دادگاه خواهش کرده بودند که جوانیش فرزند نابالغ داشتند و سرابان خانواده بودنش رو به نظر گرفته به او جزای سبک تردیدند. از طرف خویشاوندان زیر حمایه‌ام به نزدیکان جبر دیده 52,000 سامانی همچون ضرر معنوی داده شد که آنها بعد قبول این مبلغ از دعوا دست میکشند، اما به گفته خود نایستادند. افزوده است فردوس سبحانزاد. اما این ادعای پولگیری با وعده از دعوا دست کشیدن را خانواده جوان کشته شده محمد جاوید زاکرزاده به اساس خواندند. آنها گفتند با حکم دادگاه اعتراض ندارند. این قضیه به دلیل پسر پهلوان شناخته تاجیک سید مومن رحیموف بودن قاتل مورد توجه قرار داشت. سید مومن رحیموف که سال 1964 در دهه جاروبخل حاضره نویه تیمور ملک به دنیا آمده، سال 2009 در دوشنبه وفات کرد. نخستین پهلوان تاجیک است که سال 1975 در گشتین سامبو سزاوار عنوان قهرمان جهان شد. پهلوان نامدار در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد. دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان حالا به نام سید مومن رحیموف گذاشته شده است. در ولایت طول روسیه به ضد یک شهروند 26 ساله تاجیکستان بر اساس قسم 3 ماده 144 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ممانعت به فعالیت کسبی ژورنالیستان
با تهدید زوروری پرونده جنایتی گشودند. گفته می شود جوان تاجیک در پی نشر یک مقاله در گوشه نکجی افتخامه درباره نادرستمند کردن ماشینش در کوچه از 21 تا 28 اکتبر با مؤلف آن خبر در سامانه محلی میوسلا سرگئی استریکوف وارد تماس و مکاتبه شده با طلب از صحیفه گرفتن آن مطلب او را تهدید کرده است. اکنون به این جوان تاجیک بر اساس قسم سیم ماده 144 همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 6 سال زندان تهدید میکند. خود این جوان برای شر ماجرا دسترس نیست، ولی ریاست تفتیشاتی ولایت توله روز 9 نوامبر سال 2022 خبر داد که تفتیشات معین کرده است که مرد دستگیر شده در دوام یک هفته دقیق‌ترش از 21 تا 28 اکتبر سال جاری چندین بار به ژورنالیست یک رسانه منطقه‌ای زنگ زده با تهدید کشتن طلب کرده است که مقاله‌اش را پاک کند. ریاست تفتیشاتی در اطلاع شخصیت نفر دستگیر شده را آشکار نکرده است، ولی نشریه محلی با تکیه به منابع خود خبر داد که با اتهام تهدید به ژورنالیست این نشریه سرگئی استریکوف یک شهروند 26 ساله تاجیکستان دستگیر شد. بنا به گزارش نشریه استریکوف بعد نشر مقاله ها در گوشه نکجی افتخامه تهدید کردند. آدمان لحنشان مانند به قفقازی طلب کردند که مقاله درباره ویران کردن قاعده های راه از سوی راننده ماشین مازدا را از سامانه بردارد. به بالای این یکی از آنها وعده داده است که خبرنگار ما را پیدا میکنند و چاک میکنند. سرگئی به پلیس عریضه نوشت. خبر داده است این نشریه متن مکاتبه با تهدیدهای نسبت به مؤلف مقاله را نیز نشر کرده است. فرمانده ارتش روسیه روز 9 نوامبر سال 2022 اعلان کرد که نیروهای خود را از شهر خرسون به ساحل چپ دریای دنیپر بیرون میکشند. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین سرگئی سوروفکین گفت در ساحل راست دنیپر نگاه داشتن نیروها دیگر معنا ندارد. عملا این به معنی است که نیروهای روسیه به فشار حمله ارتش اوکراین تاب نآورده بدون جنگ خرسون را به اوکراین پس می‌سپارند. اگر خرسون به دست نیروهای اوکراین گذرد این سومین شکست بزرگ روسیه در جنگ اوکراین بعد از ناکامی‌شان در راه فتح کیف پایتخت اوکراین و عقب نشینی‌شان از ولایت خارکوف خواهد شد. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین جنرال سرگئی سوروفکین قبلا گفته بود که وضعیت در جبهه خرسون خیلی وخیم است و قرار غیر عادی را طلب می‌کند. روز 9 نوامبر سال 2022 سوروفکین در جریان اصاباتش به وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو که طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه نمایش داده شد، سوروفکین ابراز داشت که در ساحل راست دریا دنیپر نگاه داشتن خط مدافع آینده دار نیست. از همین لحاظ او پیشنهاد کرد که برای حفظ جان سربازان و داشتن خط مدافع قابل اعتماد باید نظامیان روس قسمت راست دریای دنیپر را که شهر خرسون است ترک کنند. شویگو نیز به پیشنهاد جنرال راضی شده فرمان داد تا نظامیان روس شهرهای را که 30 ایون سپتامبر سال روان پوتین یک قسم جدا نشونده خاک روسیه خوانده بود به اوکراین تسلیم کنند. شهر خرسون یگانه مرکز ولایت بود که روسیه الکی روز 2 مارس سال 2022 یعنی الکی یک هفته بعد شروع حمله به اوکراین 24 فوریه سال 2022 اشغال کرد. اندری تورچاک یک منصبدار بلندپایه روس ضمن بازدید از این شهر گفته بود که روسیه برای همیشه در خرسون میموند و در این هیچ جای شکی نیست. قرار به قلمرو روسیه امضا کردن خرسون را پوتین 2 اکتبر سال روان امضا کرده بود، اما همگی بعد از 2 هفته فرمانده ارتش روسیه در اوکراین جنرال سرگئی سوروفکین گفت که در پیش او را انتخاب وزنین انتظار است. از این قرار کرمل سخنگوی حکومت نو دست نشانده مسکو کریل استریموسوف که در منصب جانشین رئیس حکومت خودخوانده ولایت خرسون ایفای وظیفه میکرد نوروزی بود و بارها از طریق تلویزیون‌های روسیه مخالفت خود را به هر گونه عقب نشینی قشون‌های روسیه بیان میکرد. روز 9 نوامبر در روز اعلان خبر خروج نیروهای روسیه از خرسون خبر آمد که استریموسوف گویا در یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیده است، ولی جانب اوکراین هنوز مطمئن نیست که روسیه شهر خرسون را به جنگ تسلیم کند. گفته می شود نیروهای روسیه قبل از عقب نشینی دست به خرابکاری زده با مقصد مشکل ساختن پیشروی نیروهای اوکراین بناها و پلها را ولنگار کرده ایستادند. روز 9 نوامبر درباره تخریب 5 پل در خرسون از جانب ارتش روسیه خبرها به دست رسیدند.
مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین میخائیل پادالیاک این عقب نشینی روس‌ها را شرح داده گفته است باید رفتار واقعی روس‌ها را منتظر شد تا زمانی که پرچم دولتی اوکراین در شهر خرسون قامت نافکند. حرف زدن از عقب نشینی قشون‌های روسیه غیر منطقی است. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از حقوق منفعت‌های ساکنان روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در ماه‌های اول توانست قسمت‌های زیادی از قلمرو اوکراین را در شرق و جنوب آن کشور اشغال کند، ولی بعداً پیشروی نیروهای روسیه متوقف شد و ماه آخر برعکس همه شاهد عقب نشینی ارتش روسیه از بسیاری از شهر و ناحیه‌های اشغال کرده است، از جمله در اطراف کیف پایتخت اوکراین و ولایت خارکوف شدند. در 2 ماه اخیر ارتش اوکراین در عموم 48% خاک خود را از روس‌ها باز پس گرفتند. تا امروز از 90 از 8000 کیلومتر مربع که روس‌ها اشغال کرده بودند به نیروهای اوکراین میسر شده است که 43 از 5000 کیلومتر مربع را برگردانند. تصنیم خبرگزاری نیم رسمی ایران که مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمرده می شود روز 9 نوامبر سال 2022 در صورت اختصاصی عکس‌های کامران صبحان ملقب به ابو عایشه یک شهروند تاجیکستان را که یکی از عاملان اصلی حمله خونین روز 26 اکتبر سال جاری به یک مزار مقدس شیعه ها در شهر شیراز شمرده می شود، از جمله عکس و شناسنامه این جوان را نشر کرد. در عکس نشر شده کامران صبحان امرا با یک جوان دیگر دیده می شوند که هر کدام یک انگشت دست خود را به نشان توحید یا یکه و یگانه بودن خداوند بالا برداشتند. در عکس شناسنامه او می خوانیم که کامران صبحان 5 ایون سال 1999 به دنیا آمده، شناسنامه خارجیش را 8 سپتامبر سال 2018 از شعبه ملیس شهر ایسار گرفته است و این شناسنامه او تا 7 سپتامبر سال 2007 اعتبار داشته است. بنا به اطلاع آزاده در شعبه وزارت کارهای داخلی ایسار درباره که بودن کامران صبحان ایسار بیخبری کردند. تصمیم با نشر این عکس‌ها بار دیگر کامران صبحان را عامل اصلی حمله به حرم شبچراغ در شیراز و عضو داعش نامیده است. در آن حمله 15 کس کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات ایران قبلا روز 7 نوامبر سال 2022 با نشر یک اطلاعیه رسمی خبر داد که همه 26 نفر دستگیر شده در رابطه به حمله تروریستی روز 26 اکتبر به مکان برای شیعه و مقدس شب چراغ در شهر شیراز غیر ایرانی بوده شهروندان آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان می باشند. این بار اول است که یک شهروند تاجیکستان در ایران با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی ایبدار می شود. در پی نشر خبر افتتاح نمایندگی مرکز مهاجران شهر و ولایت مسکو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، مردم زیادی به اداره پایگاه خبری بامداد مراجعت کردند که درباره کار این دفتر و سراغش معلومات بیشتر بدهیم. پیش از همه به خوانندگان عزیز اطلاع می‌دهیم که سراغ نمایندگی مرکز سخر و در دوشنبه چنین است: کوچه صدرالدین عینی 129 در پهلوی کینوتئاتر زیب و نسا. با کارمندان دفتر مرکز با این رقم تماس بگیرید: 992 44 377 55 57 992 44 377 55 55. خاطررسان میکنیم که نمایندگی به دادن پتنت مشغول نیست، بلکه تنها به شهروندان تاجیکستان رویخط جایهای کاری خالی در شهر و ولایت مسکو را پیشنهاد کرده به آنها برای پیدا کردن جای کاری برایشان مناسب کمک میرساند. این مرکز به مهاجران آینده همچنین در خریدن چپته برای سفر به مسکو و گرفتن نوبت در دفتر اساسی مرکز سخر و در پایتخت روسیه یاری میرساند. نمایندگی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2022 رسما باز شد. تاجیکستان الکی دومین کشور است که مرکز سخر و با مقصد تشکیل جمع‌آوری متشکلانه مهاجران کاری افتتاح نمایندگی در چارچوب اجلاسیه اجرام کمیسیه بین حکومتی همکاری‌های اقتصادی روسیه و تاجیکستان صورت گرفت. این اجلاسیه نیز در دوشنبه دایر شد. هر سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان یا تقریباً نصف اهالی قابل کار این کشور به جستجوی کار به خارجه و اساساً به روسیه میروند. بخش اعظم آنها در شهر و ولایت مسکو کار میجویند. سال گذشته از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان بیش از
2 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. پولهای از روسیه فرستاده مهاجران منبع اساسی تامین زندگی اکثر اهالی در تاجیکستان به شمار می رود. روز 9 نوامبر سال 2022 در دادگاه ولایت برینسک روسیه هیئت حکمان دو مرد 50 ساله و 44 ساله ساکن ولایت مسکو هر دو زادگان جمهوری داغستان را در قتل بیرحمانه یک جوان اون وقت 28 ساله تاجیک در ماه ایول سال 2021 گناهکار شناختند. دادگاه باید اکنون روز 7 نوامبر در جلسه نوبتیش حکم این دو نفر را اعلام کند. طوری قبلا خبر داده بودیم این ماجرای مدهش کشتار اساس انتقام از اون سر شد که شهروند تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2019 در یک کلوب شبانه در شهر مسکو با ساکن 21 ساله ولایت مسکو که زاده داغستان بود مناقشه کرده او را کشته است. بعد این او از مقامات حفظ حقوق فرار کرده تحت جستجو قرار داشت. سال بعد پدر جوان کشته شده الخان زینلوف در شهر مسکو دو مرد اون وقت 43 و 38 ساله زاده داغستان را پیدا کرده به آنها در عوض پیدا کردن و کشتن قاتل فرزندش پول پیشنهاد کرده است. آنها معلوم کردند که شهروند تاجیکستان در برینسک پنهان شده است. بعد معلوم کردن محل بود و باش او آنها با مقصد کشتن جوان تاجیک با ماشین به برینسک آمدند. سپس آنها شهروند تاجیکستان را به ماشین خود بار کرده به یک جنگل در حدود ناحیه برینسک بیرون از شهر برده با اسکوچ خلطه سر او را محکم بستند و شهروند تاجیک را زنده به زنده به یک چخوری قبلا کنده شده انداخته به بالایش خاک و ریگ ریختند. جوان تاجیک در زیر خاک نفسگیر شده جان داده است. یکی از این 3 نفر متهم به قتل بیرحمانه جوان تاجیک به همکاری با تفتیشات راضی شد و دادگاه او را الکی به 11 سال محبس نظامش سنگین محکوم کرد. دادستانی ولایت برینسک گفت فرمایشگر و اجرا کننده دائمی کشتار اتهامات به ضدشان اعلام شده را به گردن نگرفتند، ولی ایبدار کننده دولتی توانست با ارائه دلیل‌های قانع کننده حکمان را به گناهکار بودن آنها متقاعد کند. ستاد مربیان دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری مربی خرواتی پیتر سگرت هیئت دسته منتخب کشور را برای بازی دوستانه در پیش استاده با تیم ملی روسیه که روز 7 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود اعلام کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد که به هیئت منتخب تاجیکستان 28 بازیگر شامل گردیده است که 15 نفرش را لیگنرها تشکیل میدهند. برای خط پیتر سگرت 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر و 12 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر داخل گردیدند. دسته منتخب تاجیکستان از 9 نوامبر در دوشنبه آمادگی را به بازی دوستانه با تیم ملی روسیه آغاز می‌کند. بنا به اطلاع فدراسیون فتولوف در مورد انجام کارنامه‌اش در تیم ملی تاجیکستان تصمیمش را دیگر کرد. او در روی خط وسیع سرمربی تیم ملی پیتر سگرت قرار دارد و از احتمال دور نیست که در آینده به منتخب دعوت شود. از این رو فتولوف نمی‌خواهد فعالیت خود را در تیم ملی خاتمه دهد. نوشته از فدراسیون فوتبال تاجیکستان فیفا و اویفا اخیراً به بازی دوستانه تیم روسیه با تیم‌های تاجیکستان و ازبکستان اجازه دادند. بازی روسیه با ازبکستان روز 20 نوامبر در تاشکند دایر می‌شود. با تصدیق رسمی فیفا و اویفا این دو بازی مقام رسمی می‌گیرند و نتیجه های آن در ریتینگ دسته و آمار هر دسته و فوتبال بازان علایده ثبت می‌شود. روزهای 7 و 8 نوامبر در دوشنبه دو بازی دوستانه بین تیم‌های فوتزال تاجیکستان و روسیه دایر شد. در بازی اول فوتبال بازان تاجیک با حساب 10-7 غالب آمدند، ولی بازی دوم با حساب 2-6 به نفع دسته روسیه انجام یافت. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 4 نوامبر سال 2022 تقریباً ساعت 20:20 راننده ماشین تمغه اودی مرادعلیف رستم سال تولدش 1982 ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین هنگام حرکت در حدود دهه چگم نو همین ناحیه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد عوضوف علی جان سال تولدش 1983 ساکن ناحیه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه عوضوف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. تنها در کمتر از یک هفته اخیر در 6 صدمه در راههای تاجیکستان دست کم 10 نفر جان باخته 9 تن دیگر جراحت برداشتند.
خود را و عزیزان خود را احتیاط کنید. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 نوامبر سال 2022 درباره آشکار شدن باز یک حالت دزدی تلفن موبیلی خبر داد. بنا به این منبع به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زنی 48 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که 25 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 16:20 هنگام در داخل مغازه قرار داشتنش شخص نامعلوم با راه پنهانی یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 11 را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 4830 سومانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. دزدی یکی از جنایت‌های اعظم رایج در تاجیکستان به شمار رفته تقریبا چهارک تمام جنایت‌های در کشور صادر شده را تشکیل می‌دهد. ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی همچون جزا جریمه به اندازه از 500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها و یا حکم زندان به مدت از چند ماه تا 12 سال را پیش بینی می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.